یکمین حادثه ای که در روی زمین شد، اون حادثه زینا از کی حادث شد و از کی پیدا شد. این قصه شاید بعضی بین مردم شاید آشکار نباشد که الان انشاءالله پیشکش میکنیم. از بدایت این است که وقتی که شریعتی که برای حضرت آدم، یکمین پیامبری که در روی زمین به حضرت آدم بود، یکمین بشری که در روی زمین بود آدم علیه السلام بود و الله پاک هم شریعت گردانده بود که وقتی که فرزنددار شد، اگر دوگانیک تولد شد در یک بطن در یک شکم، اون یک دیگرشون گرفته نمیتونه اگر بچه و دختر باشد. اما دفعه آینده که وقتی بود اگر دو تا تولد یک بار کرده، اون حالت این شکم اول میتونه که دختر شکم دوم بگیرد و شکم دوم میتونه که دختر شکم یکم بگیرد. یعنی که اگر دو تا تولد در یک شکم یک بچه و یک دختر درشون گرفتن نمیتونن و دوم بار که تولد شد، اگر دختر و بچه تولد شد، این بچه‌ای که دوم تولد شدگی دختر اول میگیرد، دختر اول تولد شدگی بچه دوم تولد شدگی میگیرد. در همین حالت حضرت آدم الله نصیب کرد فرزند. در یکم بگیم که تولد کردگی همسرش قابیل قطع یک دختر دیگر تولد شد و در دیون دفعه دیگه تولد شد هابیل قطع یک دختر دیگر تولد شد. اما اون دختری که بگیم دخترهای حضرت آدم یکمینی که تولد شد قطع قابیل، اون بسیار دختری مثلا که زیبا بود خیلی. و دیومی که قطعی حضرت هابیل تولد شد، اون بگیم که زیباگیش کمتر بود. در همین حالت الله پاک شریعت نصیب کرده برای آدم علیه السلام، مثلا که باید قابیل بگیم که همون دختری که قطعی هابیل تولد شده است اونو باید بگیرد، اما هابیل اون دختری که قطعی قابیل تولد شده باید اونو به زواج، یعنی که به زنی قبول کنه باید. همین حالت در قابیل با این تشریع الهی، با تشریعی که به واسطه حضرت آدم کرده بود که شریعت گردانده بود، قابیل علیه سرکشی از اینجا شروع کرده بود و قبول نکرد، چون که هست شیطان در اون وسوسه کرد که اون دختری که قطعی تو تولد شده بود اون تو باید بگیری، اون زیبا هست. گفته از اول علیه در حکم الله خلاف برآمد و در تشریعی که به واسطه حضرت آدم کرده بود قبول نکرد و دیگر از همینجا دیگه کجروی شروع شد و حضرت هابیل با گوسفندچرانی و با مالداری مشغول بود و قابیل که هست به زراعت و دهقانی مشغول بود. و در همین حالت وقتی که سرکشی کرد قابیل، حضرت آدم گفت که بگذار که شما صدقه پیش کنید به الله، یعنی مثلا که چیزی که دوست می‌داشت شما صدقه کنید، الله از کدام شما قبول کرد، خیلی همون دختر زیباتر به هم نصیب می شود. در همین حالت حضرت هابیل بسیار بگیم به اخلاص بود، هم یک گوسفندی که از همون چارواهای خودش یک تا زیباترین شبرد در بالای کوه قربانی کرد و قابیل که از بسیار انسانی بخیل از اول که بدایت هم بگیم که سرکشی و بگیم که زید برآمدنش علیه آشکار بود، یک از همون زراعتش یک بگیم که کمی را گرفته برد در نزد الله قربانی میکنه، در بالای کوه ماند که اون علاو اومده نسوزاند. اما در زمان پیش صدقه قبول میشه، اگر علاو از آسمان اومده همون چی میکرد، مثلا گرفته میبرد، یعنی که میسوزاند همون را. بالاخره حضرت هابیل همون دختر زیبا به امر الهی بگیم به تشریعی که در حضرت آدم نصیب شده بود همون به نکاح گرفت و دیگر که از قابیل بسیار زیادتی کرد، یکی از روزها اون به قتل رساند. بالاخره به قتل رساند. خیلی این حادثه طولانی هست. بالاخره اون بگیم که گور کردن شد دیگه، بگیم که رهش نرفت و زاغی را دید که در اونجا زاغ دیگر کشت و اون برده چه که تای خوک کرد. از همون دیده از همون تعلیم گرفت که من هم برادر کشتگی خودم را، یعنی که قابیل هابیل کشت، یکمین جریمه که در دنیا از قتل قابیل کرده است و یکمین جریمه که زنا صادر شده است از قوم قابیل شده است. یعنی که هم قتل قابیل کرده است یکمین بار و حادثه زنا از قوم همین شروع شده است. بالاخره حضرت هابیل شهید کرد و برده گرانید و چند از بین گذشته اون همسر خودش را بگیم همون قابیل همسر خودش را گریخته به صحرا به دیگر طرف گریخت رفت و در همونجا که هست ذریتش بگیم اهل بیتش زیاد شدن گرفت بسیار به طریقه بگیم که فحش و فاحشه کلان شدن و اونها بگیم با زن و مرد اختلاط بدن و آمیخته میشیدن و بگیم ایده های بدن که در اونجا بگیم که زنها با مردهای جای میشیدن و در همین حالت حضرت آدم الله پاک دیگر فرزندش نصیب کرد، اون شیث علیه السلام. شیث علیه السلام اون بگیم که از فرزندان حضرت آدم بود که اون پیامبر بود، با اون بگیم 50 صحیفه نازل شده بود. بالاخره بعد حضرت آدم شیث علیه السلام بگیم نبوت پیش برد و مردم برای هدایت راهنمایی میکرد
بالاخره قومش را شریعت الهی بگیم با اون نصیب شده بود که مردها با زنها اختلاط نشوند. و بعد چند بعد از بین گذشت، شیس علیه السلام از دنیا گذشت، بالاخره که از قومی هم بگیم حضرت آدم، یعنی که همون شیس علیه السلام بگیم قوم اینها علیه که دو گروه شده بودن، قابیل گریخته طرف دیگر طرف رفته بود و اینها در اون کوه پشته مانده بودن. بالاخره اونها یکی از روزها همین خیلی شیطان خودش رو در صورتی بگیم یک جوان کرده، اومد خودش رو هر لباس های بگیم که عجیبی پوشیده و هر نغمه های نشانشان داد و موسیقی را گوش کردنش نشانشان داد و ترتیبی بگیم خیلی هر آواز صداهای نغمه های زیادی میکرد. بالاخره همین خیلی که از روزها خبر رسید که در فلان جای یک صحرا دا کرده، اونجا بگیم که همین خیلی آواز و صداهای زیاد می اومد، میگفتند که اونجا چی هست، همین خیلی زنها با مردها اختلاط هستن. گفته یکی از روزها همون طرف که رفتن در طرف کوه بگیم همون صحرا یک صدای شنیدن که مانند موسیقی واری. اون بعضی میگه که همون یک صدایی کرده بود که مانند نی واری بگیم، همون صداها به مردم تعجب آور بود. گفتن که میریم از دور گوش میکنیم نزدیک نمیشیم. بالاخره رفته نزدیک شدن. اینها ضعاف الایمان بودن، ایمان ضعیف ها از قوم حضرتی بگیم آدم علیه السلام که شیث علیه السلام که رفته نزدیک شدن گرفتن. آستا آنها روزهای عید تشکیل کردن که قوم قابیل، یعنی که یک عید تشکیل کردن که زنها با مردها اختلاط میشدن و اینها در همونجا رفته اون زنها دیدن که بسیار زنهای صحرا بسیار زیبا بودن، اما مردهاشون بی‌زیب بود. و اما این مردهایی که بگیریم که در کوه پشت بودن قوم حضرت شیث علیه السلام، اینها مردهاشون زیبا بود اما زنهاشون اونقدر زیبا نبود. بالاخره در همونجا اختلاط شد و در همونجا اولین جریمه زنا در همونجا صادر شد، یعنی که قوم شیث علیه السلام با قوم قابیل بگیم اختلاط شدن. اونا در همون فسق و فجور کلام میشدن و یکمین انسانی که در راه الله بگیم جنگید و خاطر فسق و فجور از بین بردن، این ادریس علیه السلام اومد از قومی بگیم بعد حضرت شیث چند بعد اون آمده وقتی اون بگیم که جنگید و فاحشگی اونها را کم کرد و نسل اونها را کم کرد که در دنیا فساد کمتر شود، که الله پاک این چیز حرام کردگی است. و از مفسرین و از ابن عباس والله اعلم روایت شده است که ولا تبرج جاهلیت الاولا، یعنی که شما همون جاهلیتی که لیچ و بگیم که بی ستری و بی حجابی که در اول شد از قوم قابیل، میگه همون در نظر دارد الله پاکی از یک بطن از یک بگیم که پدر و مادر شده بودن، اما یکیش بگیم که کجروی کرد، گمراهی رو انتخاب کرد و دیگرش روی حق انتخاب کرد، که الله پاک از اینها راضی شد و از قوم قابیل راضی نشد. بالاخره اون و فرزندهای اون چی شدن، همین گمراه شدن. به همون خاطر در دنیا هر جریمه‌ای که قتل می شود گناهش حتما به قابل می رسد، چون که از یکم جریمه قتل از همون شد. و دیگر که از ثواب کجروی های فرزندهای همون شد که در اونجا چی شد، مردم به زنا دست دادن و بگیم که بی ستری و زنها و مردها اختلاط و فساد از همونجا یکمی با شروع شد. در دنیا هر گناه میشه به آنها میرسد و از جریمه چی زنا باشد، از جریمه چی قتل باشد و هر چیزی که نباشد، آنها تا قیامت در عذاب الله گرفتار میشوند که هر گناه میشه در آنها چی میرسد و در قبرهاشون و در دوزخ اگر که باشند عذاب ده هستند. و گناهان انسان هایی که ما بعد که میاد از جرم زنا از جرم قتل، در حدیث صراحتا میگه که در دنیا هر قتل که بشود گناه همین کشتگی انسان کشته گناه میگیرد و از گناه این کم نشیده با در اون نامه اعمال قابل نوشته می شود که اون بگیم جریمه قتل در دنیا یکم بار صادر کرد. از جه فهمیده می شود که یکمین زنا از قوم قابل شده است که بحثه فسادی همانها و این ضعاف الایمان که از قوم حضرت آدم، یعنی که بعد شیث علیه السلام بعد فرزندی اومد، بعد از شیث از دنیا گذشت با فرزندی اومد، مابین انبیا که بگیم چند مدتی که نمیاد آنها به همون ضعیفی ایمانشون رفته مرتکب گناه شدن. از ضعف ایمانشون اون سبب اصلیشون قومی چی بود قابل بود در همین جرم. هر کس گناه میکند و گناهی اون بگیم که مانند گناه جاریه وری میشود و حتما یک کس راهنمایی به کاری گناه و کاری بد در نامه اعمال او نوشته می شود. و کاری خیر باشد، مثلا میگه کاری خیر، هر کسی که بعد اون یک کاری خیر دلالت میکنه راهنمایی میکنه به مردم نشان میدهد تا روز قیامت ثواب و خیر اون رسیدن میگیرد. الله پاک همه ما شما را از این جریمه یکی قتل که وزنین ترین جریمه هست بعد شرک خداوند، شرک به الله وردن و دیر که زنا است، الله پناه بدهد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.